این ویدیو صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی داره و چنل ایرکرو کاملاً مطیع قوانین یوتیوبه. سیاهچاله های ناوگان دریایی در خدمت نیروی دریایی ایران. از داستان پرفراز و نشیب خرید نگین نیروی دریایی تا رها شدنش توسط کشور دوست و عزیز و برادر در دوران اوج روابط سیاسی. واقعا مگه کیلوها چی دارن که حتی خود روسا هم حاضر نیستن درست ازشون پشتیبانی کنن؟ از سبز شدن بیخ گوش زیردریایی ویرجینیا تا تبدیل شدن به ابزاری برای خلق گونه‌های جدیدی از بیمه و بازدارندگی در برابر کمپین‌های بین‌المللی. حالا سوال اینجاست: آیا زیردریایی کیلو بعد از 30 سال هنوز توانایی بازدارندگی داره؟ یا میتونه مقابل زیردریایی‌های اتمی مقاومت کنه یا نه؟ درود به همه دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. تو این قسمت میخوایم یکی از مرموزترین سلاح‌هایی رو بررسی کنیم که تو کشور ایران هم ازش استفاده میشه، یعنی زیردریایی کلاس کیلو. اول معرفیش میکنیم، بعد میریم سراغ تحلیل این که آیا هنوز میتونه برای ایران تو اقیانوس هند توازن قوا ایجاد کنه یا نه. اگر بخوایم خیلی رک و جمع جور بگیم، فلسفه ساخت زیردریایی‌های کیلو محصول یک خط فکری کاملا مشخص در دکترین دریایی شوروی بود. ترکیبی از پنهانکاری، هزینه مناسب، اثر بخشی بالا و طراحی برای نبرد در محیط‌های فراساحلی و نسبتاً عمیق. اینها هسته داستان ما هستند. کتاب‌ها و منابع تخصصی مثل جینز و حتی منابع کشور سازنده روی یک نکته خیلی تاکید دارن و اونم اینه که کیلو قرار بود یکی از ساکت‌ترین زیردریایی‌های دیزلی دنیا باشه. مهندسان شوروی دنبال این بودن که بدون هزینه‌های سرسام‌آور مثل زیردریایی‌های هسته‌ای یک پلتفرم بسازن که هم ارزون باشه هم کشندگی بالایی داشته باشه. به خاطر همین کم صدایی هم افسانه هایی در غرب بهش لقب سیاهچاله رو دادن. اگه تا اینجای ویدیو از ما راضی بودید حتما لایکش کنید و برای دیدن بقیه محتواها هم ما رو سابسکرایب و دنبال کنید. کیلو از اول طوری طراحی شده بود که نسبت به زیردریایی های هسته‌ای ساده تر باشه، هزینه ساخت و نگهداریش هم کمتر باشه، ولی همون قدرت ضربه رو حفظ کنه. ضمن این که بتونه محصولی مناسب برای صادرات به متحدان شوروی هم باشه. این زیردریایی یکی از ساکت‌ترین مدل‌های ساخته شده است. امکان اجرای عملیات کماندویی داره و حتی میتونه نیرو پیاده کنه. به همین خاطره که توانایی‌های این سلاح به عنوان یک سلاح استراتژیک شناخته میشن. توی اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 شمسی ایران تازه از درگیری با عراق بیرون اومده بود. نیروی دریایی تقریباً هیچ ابزار بازدارنده زیرسطحی جدی نداشت. خلیج فارس و تنگه هرمز هم در حال تبدیل شدن به میدان رقابت بین ایران و آمریکا بودن. هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران توی خاطراتش چند بار اشاره میکنه که ایران باید توی دریا وزنه جدی تری پیدا کنه تا آمریکا محتاطانه تر رفتار کنه و اینجا بود که ایده خرید زیردریایی مطرح شد. بعد از فروپاشی شوروی کشورهای باقی مانده شدیداً دنبال پول بودن. صنایع نظامیشون بدون مشتری مونده بود و ایران تبدیل شد به یکی از بهترین خریدارها. مذاکرات اوایل دهه 70 شروع شد. کشور سازنده مدل‌های مختلفی پیشنهاد داد، اما ایران کلاس کیلو 877 EKM رو میخواست. یعنی کم صدا، قابل اعتماد و مناسب برای آبهای کم عمق. ولی آمریکا به شدت روی این موضوع حساس بود و حسابی به سازنده فشار آورد، در حدی که در ابتدا حتی حاضر نبودن اژدرهای اصلی کیلو رو تحویل بدن. در نهایت 3 فروند تحویل داده شد، 2 فروند در سری اول و 1 فروند هم در سری دوم. بر اساس گزارش ها ایران در چند مقطع نتونسته نگهداری زیردریایی ها رو به موقع انجام بده و تعمیرات اساسی بیش از حد طول کشیده. این موضوع احتمالاً ناشی از کمبود قطعه، نبود دانش فنی کافی یا ضعف توی مهارت‌های تعمیرات سنگین بوده. وقتی کیلوها خریداری شدن، ایران تقریباً هیچ زیرساختی برای پشتیبانی ازشون نداشت و تجربه‌ای هم در زمینه زیردریایی‌های سنگین وجود نداشتن.
بعدها اعلام شد که یکی از کیلوها رو بدون کمک سازنده اوورهال کردن، چون اونی که زیردریایی رو ساخته حاضر نبوده همه قطعات یا نقشه ها رو به ایران بده. در سال 2016 هم گزارش شد که در یکی از تعمیرات‌های اساسی گروه مستشار اعلام کرد که بعضی قطعات قابل تعمیر یا تعویض در ایران نیست. در نتیجه کار نیمه تموم رها شد و یکی از زیردریایی‌ها زمینگیر شد. از 3 فروند فقط 2 فروند سالم باقی موند که اونا هم وارد اوورهال شدن و الان در عمل هیچ کیلو عملیاتی در ایران وجود نداره. و اما مهمترین سوال اینه که چرا سازنده پشتیبانی درست از این کیلوها به ایران ارائه نمیکنه؟ یکی از دلایلش اینه که کیلوها میتونن موازنه قدرت زیرسطحی رو تغییر بدن و با لابیگری برخی از کشورها روسیه تمایلی به پشتیبانی کامل نداره. کیلوها واقعا میتونن برای زیردریایی‌های اتمی خطرناک باشن. اگه توی لایه‌های خاصی از دریا کمین بزنن، ضربه سنگینی میتونن به اونا وارد کنن و توی شرایطی هم به شدت از زیردریایی‌های اتمی ساکت‌ترن. همچنین این زیردریایی‌ها میتونن توی شرایط خاصی ناوگان بین‌المللی رو توی یک کشمکش بزرگ دچار نگرانی کنن و این مسئله خیلی‌ها رو اذیت میکنه. همین موضوع باعث شده تا پشتیبانی فنی محدود بشه. در نتیجه هم ترکیب فشار سیاسی، لابی منطقه‌ای و نبود زیرساخت داخلی باعث شده تا عملکرد ناوگان کیلو آسیب جدی ببینه. حالا میریم سراغ سوال آخر. آیا کیلوها هنوز میتونن بازدارندگی ایجاد کنن؟ به صورت اسمی بله. حضورشون باعث احتیاط ناوگان مقابل میشه. اما در عمل به خاطر آموزش ضعیف، تعداد کم و نبود تجهیزات مدرن، اجرای عملیات مؤثر خیلی سخت میشه. برای اینکه دوباره به بازدارندگی برسن، باید به نسخه ایمپروود ارتقا پیدا کنن و اجدرها تجهیزات جدید دریافت کنن و با تاکتیک ها و استراتژی‌های جدید دشمن رو غافلگیر کنن. اما فراموش نکنید که این زیردریایی 40 ساله که داره تو دریاها جولان میده و تقریبا بیشتر ارتشا شناخت خوبی ازش دارن. زیردریایی‌های کیلو نماد تلاش برای بازدارندگی زیرسطحی هستند، اما بدون ایجاد پشتوانه سیاسی و علمی مناسب مشکلاتی براشون پیش میاد که حتی بعد از 30 سال هنوز هم گریبانگیره، چون این وسایلی هستن که میتونن اثر بخشی زیادی برای کشور ما ایجاد کنن و اثر بخشی خودشونو از دست بدن. اگه دوست دارید تا در مورد ارتقای زیردریایی‌های کلاس کیلو مختص اقیانوس هند هم ویدیو بسازیم، حتما تو کامنت ها بگید.